معلمان شیر بکنه، معلمان گل بگیره، معلمان ایش زود روز داره، از روزی تولد داره گفتن این چیزا از برای ریتونی را برای چی کودک چه داره ما نکردیم وقتش نبودی خیلی چیزا نمیشنیدیم ما تا روزی تولد خیلی ما نمیدونستیم نه ای که آموزگار نه راست نشوخه در مکتب کی میگو همین 30 سالای ما در مکتب میخوندیم یک کسی مناد این روزی تولد منکه تبریک کنی و دیار کنی نالی باز از سایت های وای در برامدگی بچه های ماجرای مهنتی نیستن گوساله تولد میشه زود روز وای میکنن بزاله تولد میشه زود روز وای میکنن ما ایس جان کندیس هم میگم میرم وای میکنن بگیره میکنن شما دیدین آخری با سخنهای کبه خطی وای کرده گیان یا خیلی میباشتون جان میکنن اونجا پول درده میره ریخته گیه قابچه نمیبرداره روان میکند که برای سطح زندگی اویلش بهتر شد خوبتر شد نه برای وای کردن هر گونه محرک‌های نالازمه که عموما نمیدونم کمتر شکمشون شد مردم هر یک نغمه میبافد روزای سخت ما دیده ایست دنیا در من برای چی تاکید میکنه که ما حتما تیاری نزیمی تیرما و زمستان حاضر معرکه تیار کردن مواد غذایی برای دوره تیرما و زمستان است که در زمستان فرزنداتان اهل عائله خانواده اذیت نکشد طلبندگی نکنی با قیمتی نشود ذخیره کنید آن حالی ارزانی است ذخیره کنید و بینید درگیر اطراف دنیا چه حادثه شده ایستاده است خشکسالی ها را بینید در بعض کشورهای اروپایی نشان میده دایره ها خشک شده است کلاه خشک شدند 3-4 سال است آب نیست زراعت نیست در ما هم از آن جمله 2-3 سال است خشکسالی کم آبی بعضا این چیزهای زیاده روی دیگر میشود از خیلی ما شما وابستگی دارد ما باید برطرف کنیم من یک قسمی آن کمبودیا البته پیشروی ها هم هستند لیکن مشکلی هم کم نیستند بسیار شماره زیادی مکتب های صدمایی حالا با قانون نرسیدن اسباب انجام خانیش دیگر پرابلم هایی که در اینجا من گفتم حتی معاش آموزگاران حاضر هم به طلبات زمانه جوابگو است با کوشش میکنیم که با رشد و پیشرفت و ترقیات تاجیکستان سال به سال مشکل خودمان هیچ کس هستن ما شما اومده وای نمیکنن خودمان میکنیم خودمان دیگر کس نه